سلام علیکم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من منصور هستم، از تبریز مزاحم میشم. آقا منصور از تبریز. برادر گرامی آقا منصور بفرمایید در رابطه با موضوعاتی که مطرح شده. من اولا آیه انصاری میخواستم شهادتین بگم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. میخواستم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آقای انصاری، این آخوند قزوینی که میگم من جایزه میدم، خب بله، بس به حساب من بریزه، من میخوام کمک کنم به شبکه شما. بگو آقای قزوینی آماده باش. زنده باشید آقا منصور. الله مطلع. نامه شیش نهج البلاغه امام علی میفرماید اگر شما صفحه مانیتور رو باز کنید، چشم. میگه آن کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، آن مردم با من آنگونه بیعت کردن. درست. بله؟ بله کاملا درست. شورا از آن مهاجر و انصار است. اگر آنها برگرد امامتی آیند، رضایت خدا در آن است و کسی نمیتواند نپذیرد. و اگر هم نپذیرد با او جنگ میکنن و در جایگاه خود می نشانند. درست است؟ درسته کاملا. خب پس اینجا بس امام علی نمیتونه بره خودش کشاورزی کنه، کاری با آقای ابوبکر و عمر نداشته باشه، چون نفس آیت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید از اولی الامر که صاحب امر جناب آقای ابوبکر و جناب آقای عمر باید اطاعت کنه. دوستان نشون بدن. بله آقا منصور، این نامه 6 نهج البلاغه رو من از کتاب نهج البلاغه ترجمه آقای دشتی صفحه 485 رو صفحه مانیتور آوردیم که ببینید. بله خودت ببین. میگه همان کسانی که با من بیعت کردن، با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرط بیعت کردن. پس آنکه در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. ببین یعنی نمیتونه کسی که مثلا با این مخالف نباید اونا نپذیرد. من آقا میرم دنبال کشاورزیم، شما برید جنگ خودتون. درست. خب بعد از اینجا که نص آیه است میگه این آیه آقا استدلال میکنه به امامت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر صاحب امر، چون شورا و مهاجرین، شورای مهاجرین و انصار خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما اجمعین جمع شدن، دیگر امام علی حق نداره به نص خودش قبول نکنه. بگه من میرم دنبال کشاورزیم، شما برید دنبال جنگتون. درست. کاملا درست فرمودید آقا منصور عزیز. و در خطبه 228 اگه باز کنید، بله ببین این خودشون تحریک کردن، ولی این شیعه و سنی بر من خیلی نفس بلاها رو خوندن. این در متن حضرت عمر رضی الله عنه است. خداوند او را در آن آزمایش کرد پاداش خیر دهد که کدیها را راست و بیماری ها را درمان و سنت پیامبر را پی داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک و عیب اندک درگذشت، به نیکی های دنیا رسیده و از بدی های آن رها یافت، وظایف خود را نسبت به پروردگارش انجام داد. آقای قزوینی گوش کن، این حرف امام اول شماست و چرا که باید از کیفر الهی میترسید، خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت که نه گمراه راه خویش داشت و نه هدایت شده به یقین رسید. این خطبه 228 نهج البلاغه در متن حضرت عمر رضی الله عنه. کاملا. خب شما با چه دلیل میگید به امام علی این خلفا را قبول نداشت، رفته بود کشاورزی میکرد؟ و میدونم اون جایزه که در نظر گرفتید از خمس و زکات این شیعه های بیچاره از جیب خودتون نمیدید. الله المستعان، الله المستعان. من تشکر من 5 سال هدایت شدم. الله اکبر. 5 سال الله با اکبر. برادران اهل تسنن کرد خیلی نشستم، خیلی با آنها صحبت کردم، خیلی مطالعه کردم. آخوند قزوینی نمیتونه جواب امثال ما را بده، چه برسه بیاد با شما مناظره کنه. زنده باشید برادر بزرگوار، الله مطالب ستون کنه. و یک نامه 31 نهج البلاغه آیه انصاری میتونید باز کنید، اینم دلیل حجت محکمی بر شیعیان محترمه. بفرمایید شما بخونید، من انشالله بازش میکنم. نشانه های رحمت الهی.
این امام علی رضی الله عنه است درباره هر کسانی که میگن این امامان واسطه های ما هستند. خدا نیاز به واسطه داره، ما باید بریم پیش واسطه تا به اون بگیم، اون بره به خدا بگه. آقای شیعیان محترم این حرف رو گوش کنید که امام علی رضی الله عنه داره میگه بدن خدا که گنج آسمان ها و زمین در دست اوست، به تو اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطایت کند، درخواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب فاصله ایجاد کند. این چی میگه پس؟ الله اکبر. و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه پناه ببری. سبحان الله، سبحان الله. و در صورتی که ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده، در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است، در آنجا که رسوایی سزاوار تو رسوا نساخته و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده و در گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خویش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده. یعنی خدا میگه تو سوره مائده افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. الله اکبر، الله اکبر. هرگاه گناه تو را یکی و گناه و هر نیکی تو را 10 حساب آورده، یعنی یک نیکی کنی 10 حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است. باقی این مطلب. الله اکبر. خب این امام علی میگه واسطه نمیخواد خدا، ولی این آخوندان میگن واسطه میخواد. کدومش درسته پس؟ الله اکبر، الله اکبر. من تشکر میکنم آقا منصور بزرگوار از مطلب زیبایی که محمدی را داشتم از تبریز مزاحم میشم، شیعه هدایت یافته. بگو آقای گزیلی اون خواهد میکنم اون زایده رو اینا رو نقد بررسی کن، اون زایده رو برید به وصال حق. میخوایم در باره مطالب علمی زیاد بحث کنیم. شرمنده خودتون گفتید درخواست آقا منصور ایشون خیلی بدهکاره از ما، تنها به این خلاصه نمیشه. گفته بودی هر کس که از یک دروغی از من بیاره من چند میلیون تومان جایزه میدم بهش. ما بیش از 160 تا دروغ ازش پخش کردیم. آقا مشکل اینا از خمس بیچارها گرفتن، از جیب باباشون که نمیدن. الله المستعان. من تشکر میکنم آقا منصور بزرگوار. الله سبحانه مزاحم شدیم. به اون کسایی که به شما هم اهانت میکنن، توهین میکنن، شما به بزرگی خودتون ببخشید. اینا نمیدانن دیگه چی میشه. که زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. خواهش میکنم. خدا سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.